سورپرایز. من علیرضا هستم. گفتم امروز که علی رهبر نیست، از بازی دوستانه داماش و ملوان برای شما بخوام ولاگ بسازم. با من همراه باشید و با هم جای علی رو خالی میکنیم. خب راه افتادم، اول برم هانیه رو به مقصد برسونم. هانیه سلام، به نظرت نتیجه بازی دوستانه امروز داماش و ملوان چی میشه و اینکه آیا اصلا در این زمان آیا واقعا باید بازی برگزار میشد به نظرت یا نه، و اینکه در نهایت از یک بازی دوستانه چه انتظاری میره؟ من به نظرم واقعا الان نیازی نبود همچین بازی باشه، کار مهمتری وجود داره، ولی امیدوارم نتیجه هم همونقدر دوستانه باشه. خب رسیدیم به ورزشگاه سیروس قایقران یا تختی سابق و دو تیم رو میبینیم که در حال گرم کردن هستن. الان ساعت حدود 1 رو مونده به شروع بازی، 1 رو به 2 و ما به زودی شاهد بازی خواهیم بود. سعی میکنم که هم بتونم عکس بگیرم، هم اگر شد صحنه‌های حساس بازی رو براتون در بیارم. حالا نمیدونم همزمان به هر دو تا کار برسم یا نه. خب ما رهرو علی رهبر هستیم. مبین چه خبر؟ چندیش بگم فوشی چیزی نمیخوای بدی برات بوق بذاریم؟ نه بچه بالا میشه. و آقای آبکار، بچه نظرتون کلا در مورد بازی چیه؟ به نظرتون باید برگزار میشد نمیشد؟ بازی خوبیه. ببین من تو بازی بزرگ خوش نشون میده، اصلا نتیجه مهم نیست. اونم نیاز به اعتماد به نفس داره تیم ما. باید با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. باید دیگه برتری اعتماد به نفسمون بیشتر به فنا نمیره؟ نه خیلی خب ببینیم چی میشه دیگه. ما دیگه سه شدیم، انقدر نیم فصل چیز دیدیم، باخت دیدیم. بله. آقای آبکار شما این چای رو از کجا گرفتید؟ بچه‌ها الان آوردم بدم به شما. دست شما درد نکنه. علیرغم اینکه به هر حال اعلام شده بود که بازی بدون تماشاگره، به هر حال تعدادی از هواداران تیم ملوان بندرانزلی رو می‌بینیم که در استادیوم حضور به عمل آوردن. عکاس جوان و خوش‌آتیه تیم، نظرت در مورد این بازی؟ بازی دوستانه خیلی خوبه، تیم شخصیت میده با تیم لیگ برتر. ان شاءالله که ولی بازی میزه. بسیار عالی. حال چطوره؟ خب بازی همین الان شروع شده. اومدیم پشت دروازه ملوان که از گل‌های احتمالی که این تیم میخوره بتونیم براتون فیلم و عکس بگیریم. حدود 12-13 دقیقه از بازی گذشته. بازی تقریبا 70-30 از نظر موقعیتی به سود ملوان داره پیش میره، ولی خب تا این لحظه هیچ از تیم‌ها گلی نداشتن. همونجوری که میبینید متاسفانه به سمت آفتاب هستیم و عکسای خوبی احتمالا نتونیم توی نیمه اول بگیریم. تا اینجا که حدود 30 دقیقه از بازی گذشته، میشه گفت که بازی پایاپای پیش رفته. دو تیم موقعیت هایی داشتن، البته که فشار ملوان بیشتر بوده، ولی خب داماش هم انگار تاکتیکش رو جوری داره پیش میبره که روی ضد حملات و ارسال های بلند کار کنه. حالا باید ببینیم که با این تفاصیل بازی به چه شکلی قراره که توی این نیمه و نیمه دوم پیش بره. در کل یه چیزی هم بخوام بگم اینه که جو بین بازیکن‌ها، کادر فنی، حالا مسئولین تیم‌ها، حتی هوادارهایی که هستن، جو کاملا جو دوستانه‌ایه و هیچ حاشیه خاصی هم نداشته تا این لحظه. آدم این دست از بازی‌ها رو که می‌بینه واقعا افسوس می‌خوره که طی این سال‌ها چرا بازی‌های بیشتری از این دست انجام نشدن. یه موقعیت برای ملوان خب زدن به داروخال. داشتم میگفتم آدم افسوس می‌خوره که چرا تو این سال‌ها بازی بیشتری برگزار نشدن و باز بیشتر از این آدم افسوس می‌خوره که این بازی‌ها چرا حالا که دارن برگزار میشن بدون هوادار داره برگزار میشه.
حتی میشه از این مدل بازی‌ها برای درآمدزایی تیم‌ها یا حتی امور خیریه هم استفاده کرد و بازی‌هایی هستن که به هر حال هواداران طبیعت از دیدنشون لذت میبرن. خیلی خوبه که بازی‌هایی مثلا این بازی یا بازی با سپیدرود چوکا در طول سال حالا به مناسبت‌های مختلف بخوام برگزار بشن، هم میشه توش بلیط فروشی کرد، هم به هر حال جنبه سرگرم کننده‌ای دارن. دیگه آخرای نیمه اول هستیم. بازی با همون نتیجه 0-0 داره پیش میره و اتفاق خیلی خاص و ویژه هم نیفتاده. یعنی به طور کلی بخوام بازی رو خلاصه کنم، ملوانیا خب مدام سعی کردن نفوذ کنن، داماشیا دفاع کردن و سعی کردن که از ضد حملات استفاده کنن. جفت تیمام موقعیت‌های خوبی داشتن ولی خب هیچ کدومشون منجر به گل نشد. البته هیچ کدومشون هم موقعیت خیلی جدی هم نبوده. البته خب دقیقاً همین الان سوت پایان نیمه اول خورد. بازی در نیمه اول با نتیجه مساوی بدون گل پیش رفته. باید ببینیم که در نیمه دوم بازی به چه شکلی پیش خواهد رفت. بازیکن‌های ذخیره ملوان رو مشاهده می‌کنیم و بازیکن اصلی ملوان، اون برتر هم که بازیکن‌های خودمون هستن. دروازه‌بانی که فعلا تونسته دروازه‌شو حفظ کنه و تو نیمه دوم هم میتونه این کار رو انجام بده یا نه. هم که بازیکن‌های خودمون. بچه‌ها خسته نباشید. بچه‌ها خسته نباشید. تکرتم. خسته نباشید. اینم بازیکنایی هستن که نیمه اول بهشون بازی نرسیده. تو نیمه اول تعویض اگر اشتباه نکنم نداشتیم و دارن آماده میشن. بچه‌ها گرم میکنن که احتمالاً نیمه دوم بخوان با نظر سرمربی وارد میدان بشن. ببینیم که توی نیمه دوم میتونیم گلی داشته باشیم به هر حال یا اینکه نه. نیمه دوم شروع شده. اومدیم این ور زمین پشت دروازه ملوان. همون اوایل بازی یه پنالتی به سود ملوان گرفته شد. بازیکن شماره 11 شون زد و اشکان توانو گرفت و بازی تا این لحظه که حدود 10 دقیقه از نیمه دوم گذشته کماکان 0-0. این که میبینید من این کلاه رو هم گذاشتم به این خاطره که باد خورده بیشتر شده و هوا هم ابری شده، خورده خنکه در واقع و حالا این شرایط بادی که وجود داره ممکنه روی بازی دو تا تیم هم تاثیر منفی به هر حال بذاره. ایشون هم که میبینید دروازه‌بان ملوانه که تو این بازی چند باری تحت فشار به هر حال قرار گرفته. همین الان یک تعویض برای ملوان انجام شد. دروازه‌بانشون با شماره 12 خارج شد و دروازه‌بان دیگه‌شون با شماره 81 وارد بازی شده. احتمالاً خب به این خاطره که با توجه به دوستانه بودن بازی به بازیکنایی که در طول هفته بهشون بازی نمیرسه بخواد بازی داده بشه. یکی از نکات جالب این بازی اینه که این بازی کاملا طبق شرایط استاندارد داره برگزار میشه. یعنی آمبولانس حضور دارن، ورودی ورزشگاه و داخل ورزشگاه عوامل نیروی انتظامی هستن. بازی در دو نیمه قانونی 45 دقیقه‌ای با وقت اضافه برگزار شده. خلاصه اینکه هر دو تیم هم خیلی بازی رو جدی گرفتن و مثل یک بازی رسمی دارن باش برخورد میکنن و این خب مسلماً برای هر دو تیم میتونه خوب باشه. از اونجایی که دو تیم بازی رو خیلی جدی هم گرفتن، متاسفانه هم توی نیمه اول هم توی نیمه دوم صحناتی پیش اومد که بازیکن‌های داماش و ملوان مصدوم بشن. امیدواریم که به هر حال این مصدومیت‌ها در ادامه فصل به دو تیم لطمه وارد نکنه. این توپ چپ‌کنای تیم ملوان رو می‌بینید. بازی چند میشه بچه‌ها؟ پنالتی رو نزدید. چطور می‌خواید گل بزنید؟ پنالتی رو نزدید دیگه. یکیش باش ببینیم که چی میشه. خب تا این لحظه 30 دقیقه از نیمه دوم بازی گذشته. حملات دو تیم در این دقایق خیلی زیاد شده، از اون بر ملوان از این بر داماش و تا این لحظه گلی به ثمر نرسیده. امیدواریم به هر حال
با اینکه بازی دوستانه است ولی مهاجم‌های ما هم همونجوری که مدافعمون و دروازه‌بانمون خودش تونسته ثابت کنه، مهاجمامون هم بتونن به گل برسن و خودشون رو تو این بازی ثابت کنن و به این باور برسیم که واقعا دسته یک و مخصوصا پایین جدول جای ما نیست. حدود 10 دقیقه به پایان بازی مونده، شاید کمتر از 10 دقیقه و هیچ اتفاق خاصی نفته. حالا یه موقعیت برای داماش سیمانپور، ببینیم کاری میتونیم بکنیم یا نه. همینطوری داشتم صحبت میکردیم، موقعیت هم پیش اومد. خب نه، موقعیت که از دست رفت. داشتم میگفتم حدود 10 دقیقه مونده و نتیجه همون مساوی 0-0. در مجموع بازی خوبی بود. حالا میگم فارغ از هر اتفاقی هم که توی دقایق آینده بخواد بیفته، بازی خوبی بود و فکر میکنم که هر دو تیم اهدافی رو که توی ذهنشون داشتن رو دنبال کردن. یه برگردون اونور بازیکن ملوان زد که توپش به اوت رفت. حالا نمیدونم توی این فیلم افتاد یا نه، همینجوری که داشتم صحبت میکردم صحنه جالبی بود. 90 دقیقه بازی پایان رسیده. داور 3 دقیقه وقت تلف شده اعلام کرده که از همون هم حدود 1 دقیقه گذشته. فکر میکنم حدود 2 دقیقه دیگه بازی به پایان برسه و اگر اتفاق خاصی نیفته که بازی با همین نتیجه 0-0 به پایان میرسه. حالا ببینیم از این ضد حمله بچهای داماش میتونن استفاده کنن یا نه، که خب نه، دفع میشه. شما رکورددار بهترین نتیجه تیم‌های لیگ برتری گیلان با داماش هستید توی لیگ برتر با نتیجه 7می که دست اومد. فکر می‌کنید امسال حالا با توجه شرایط خوب ملوان بتونید این رکورد رو بشکنید؟ خاطرات خوبی داریم، همیشه لطف خدا شامل حالمون شده. سعی می‌کنیم با ملوانم یه رتبه خوب و انشالله در پایان فصل رقم بزنیم. خب بازی که همون 0-0 تموم شد، من رفتم با چند نفر مصاحبه گرفتم، به خاطر همین ویدیو رو قطع کردم. به هر حال امروز از سمت وارش اسپورت دست تنها بودم، بچه‌هاش کدوم نبودن و در کل بازی خوبی بود. فکر می‌کنم که هر دو تا تیم اون چیزی که مد نظرشون بود رسیدن و جای علی رهبرم که حسابی خالی بود دیگه با اون ولاگای قشنگی که میسازه. امیدوارم که حالا این یه قسمت رو هر جوری که بود تحمل کرده باشید که دیگه تا دوباره از بازی‌های بعدی علی خودش بیاد و براتون ولاگ بسازه. فعلا